اولا در مورد پسری که شیعه است آیا به او دختر بدهیم یا نه؟ به هیچ عنوان ازدواج دختر سنی با پسر شیعه جایز نیست، حرام است، شرعاً جایز نیست که انسان دخترش رو، پاره تنش رو به یک شیعه بدهد. ناراحت نشوند عزیزان، من احساساتی برخورد نمی کنم و مانند بعضی از ملاها و بعضی دعوتگران اهل مجامله نیستم. شیعیان اگر شیعه اعتقادی باشه که معتقد به اعتقادات شیعه باشه، از نگاه اهل سنت ازدواج کردن دختر سنی با آنها جایز نیست به هیچ عنوان، چون اعتقاداتشان اعتقادات شرکی است. این که میگد شیعه 5 وقت نمازخوانه است، بله بعضی از شیعیان هستن، حتی خمینی، همین خبیثی که این همه کفریات دارد در کتابهایش، 5 وقت نماز میخوان، چون اصل در مذهب شیعه 5 وقت نماز خواندن است. اونا به خاطر راحتی 3 وقتش کردن، یعنی اصل در مذهب شیعه هم 5 وقت نماز است، هر کدامش هم در وقتش باید خوانده شود. مشکل وقت نماز خواندنشان نیست، 3 وقت خواندن و 5 وقت خواندن نیست، مشکل در اعتقاداتشان هست. قائل به تحریف قرآن هستند، قائل به شرک آوردن به الله سبحانه و تعالی و خواستن غیر الله هستند، قائل به این هستند که امامت جزئی از اصول دین است و همه این اعتقاداتی که دارن این اعتقادات اسلامی نیست و فرزندی که در این خانواده به دنیا بیاید طبیعتاً بر اساس اعتقادات پدر بزرگ می شود و امروز خیلی از خانواده‌هایی که این اشتباهات رو کردن بعد از 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال بعد از اینکه واقعیت‌ها برایشان آشکار شد دچار مشکل شدن. خانه‌شان فرزند شده، پدر میگه که باید شیعه باشه، مادر میگه نه باید سنی باشه، سبب شد که از هم جدا شوند. و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم کسانی که شرک میارند ازدواج با اونها رو بر مسلمان ها منع کرده است. من خدمت شما این آیه رو بیارم که الله سبحانه و تعالی صریحاً ما رو منع میکنه از ازدواج با مشرکین. در سوره بقره آیه 221 الله سبحانه و تعالی میفرماید ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، با زنان مشرک ازدواج نکنید تا وقتی که ایمان نیاوردن. یعنی برای یک مرد مسلمان جایز است که با یهودی، با نصرانی ازدواج بکند، اما با شیعه‌ای که مشرک باشد ازدواج نکند، چون صریحاً گفته الله سبحانه و تعالی ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن و در اینجا در ادامه میگه ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، میگه با مردان مشرک ازدواج نکنید تا وقتی که ایمان نیاوردن. و همونطوری که خودشان در کتابهای خودشان میگن که خدای ما، پیغمبر ما، امام ما با اهل سنت فرق میکنه. سید نعمت الله جزایری یکی از اسطوانه های تشیع میگه که خدایی که خلیفه پیامبرش ابوبکر باشه، این خدا خدای ما نیست و آن پیغمبر پیغمبر ما نیست. اینو صریحاً در کتابهای خودشون میگن. به همین دلیل ازدواج کردن به هیچ عنوان با یک مردی که شیعه باشه برای یک دختر مسلمان جایز نیست و برعکسش هم درست است.